افسانه حقیقت شدم و باز همانه از یار خبر نیست از این رو نگرانه افسانه حقیقت شدم و باز همانه از یار خبر نیست از این نگرانه گفتن بسد مرتبه است راری نیهان را در یادی عزیزانی سخن مرسی خانه در یادی عزیزانی سخن مرسی خانه هر کس کی کند یاد و یا خار بین را هر کس کی کند یاد و یا خار بین را ما پیروی هر گفته پیری همدانه ما پیروی هر گفته پیری همدانه گر پیراه عشق نباشد راهی آسان گر پیراه عشق نباشد راهی آسان سرمایه پیری بیگون لاکی جوانه سرمایه جوانه افسانه حقیقت شدم و باز همانه پیروی هر گفته پیری همدانه ما پیروی هر گفته پیری همدانه دوستان عزیز یادآور میشم که برنامه فضا است و امروز در برنامه ما تشریف آوردن از ناحیه همدانی هنرمندان از فیلارمونیای خلقی به نام آدینه هاشموف که یک برنامه خاصه
پیشنهاد شما می شود اطراف فعالیتی همین فیلارمونیا. تا جایی که میدونم فعالیت فیلارمونیا بیشتر در سبک آدینه هاشم ترانه آماده میکند. اصلا که خلقی است ولی ترانه ها بیشتر در همین سبک است، سبک آدینه هاشم. شما کوشش میکنید که سبک های دیگر رو در اینجا مثلا براه مونید؟ بله درست خط کردید. مثلا گفتین که فیلارمونیا با نام آدینه هاشموف است. آدینه هاشموف هم یک از زبردست‌ترین خونیاگرانی حتی شرق، تمام شرق است و من سنیم که مثلا در باره اجازات جوانان گفتیم که بسیار توجه داشتن بعد دیگر موسیقی غرب، دیگر موسیقی خارجی. من به همین عقیده‌ام که فرض کردیم که ما پیش از آن که یگان زبان دیگر را آموزیم باید اول زبان تاجیکی خود را بهتر دانیم. هر کس به زبان خود سخنان گردد دانستن صد زبان آسان گردد. همین موسیقی هم به فکر من همین خیلی است. ما پیش از آن که بعد موسیقی غرب رو بیاریم باید اول موسیقی اصلی تاجیکی خود را دانیم. مثلا آدینه هاشم صرف خلقی می‌سرایید، مثلا فلک. مقصد ما همین است فقط که آموزاندن اول موسیقی خلقی بعد رویه‌های دیگر. کدام رویه‌ها باز در آنجا مثلا برای هنرمندان آموزانیده می‌شود؟ باز در کدام رویه‌ها اونها جوانان ما حاضر در روی استرادی می‌سرایند. و دوستان عزیز یادآور می‌شویم که در برنامه فضا هنرمندان از بخش فیلارمونیای خلقی به نام آدینه هاشم اشتراک میکنند. حالا در پس پرده باز هنرمندان دیگر نیز هستند که ما بعدتر آنها را به استودیو دعوت میکنیم، اطراف هنرشان سخن خواهیم گفت. و باز چی ترانه دارید که اینجا پیشنهاد میشود؟ من حاضر قربان علی امامov یک سرود به نام تاجیکستان، شعر از استاد نور محمد سیراجی، آهنگ از افسان رحیمov پیشکش بینندگان می‌گرداند. مرحمت. هدیه شد بر میلتی بداری من دامنه چون جان نمازی از بهشت هدیه شد بر میلتی بداری من سنگی کوهت پرنی ها باشد مرا خوری دشتت مخملی افغانی من سنگی کوهت پرنی ها باشد مرا خوری دشتت مخملی افغانی من من تیهیم به تو از صبح و جود ای محبت نامه ای سرشاری من تیهیم به تو از صبح و جود ای محبت نامه ای سرشاری من آفتابی مهنا بر جانی من شعله بخشیدی دگانی تاری من چون سیراجی جان سپارم بری تو ای وطن من باید اشعاری من ای وطن مادری من خاری من مزهی و سایشی پینداری من دامنه چون جان نمازی از بهشت هدیه شد بر میلتی بداری من دامنه چون جان نمازی از بهشت هدیه شد بر میلتی بداری من هدیه شد بر میلتی بداری من هدیه شد بر میلتی بداری من خسته نباشید. واقعا هم ترانه هایی که انتخاب می شود مضمونی والا دارند، وصفی وطن، ترانه هایی که مردم رو به یکدلی دعوت میکنند و واقعا هم میسازد که میگونه ترانه ها باید بیشتر باشند. در برابر اونه که در فیلارمونیای خلقی به نام آدینه هاشم سراینده ها و فعالیت
خیلی خوب دارن. همچنین گروه مطربان نیز فعالیتشون خوب براه مونده شده است. بیاید از فعالیت مطربان حرف میزنیم. استاد ابسلام رحیموف بعد یادونشون با کار اومدن سالهای 62 63 مدت زیاد راهبر موسیقی تئاتر خلقی نوحه مسکو و فیلارمونیا بودن و اصلا همین هنرمندانی که از مکتب یادونشون گذاشتن حاضر در شهر کار میکنن اکثریتو یک عنعنه شده است که میگفتن که یکی از کامیابی‌های همین فیلارمونیا در انسامبل میباشد. حداقل مثال سراینده به انسامبل فعالیت کردن میتواند و همین از وقت سال 60 61 همین عنعنه بود و امروز دسته نوازندگان ما کوشش کرده که همین عنعنه رو از دست ندهند و همون عنعنه من فکر کنم رفته ایستاده است. و ببینید که مثلا اکثر وقت ما فعالیت منطقه ها رو اونقدر خوب توجه نمیکنیم، ولی هنرمندان بزرگ، هنرمندانی که امروز مثلا چرخی همین صنعت رو چرخ میزنن، اونا که در دست آنها هست همین پرچم از منطقه ها میبرن، از همین گونه یک فیلارمونی های، از همین گونه یک مثلا انسامبل های خرد و امروز در جمهوری موفق میشوند. هستن جوانانی که شما از آنها امید داره؟ جوانانی که پس پردن و بعدی چند دقیقه میبرایند با آنها نزدیک صحبت میکنیم و آنها رو میشنویم. من خودم هم هرچند نوازنده مینوازم در انسامبل، یک در همون رویه آهنگای آدینه اوشیم یک آهنگ ساختم با یک غزلی استاد علی محمد مرادی. اگر اجازه باشه همین مال خودتون است؟ مال خودم بگیم در رویه یا مکتب آدینه اوشیم. مرحمت گوش میکنیم، بفرمایید. قلبی هوس پرستم دست از هوس کشیده است، قلبی هوس پرستم دست از هوس کشیده است، مانندی مالی دزدی با دو نفس حرامش، مانندی مالی دزدی با دو نفس حرامش، گر جانی بچه کشته به تو نفس کشیده، گر جانی بچه کشته به تو نفس کشیده است. غم را بدان ای عشق بر دیده پروریدن، غم را بدان ای عشق بر دیده پروریدن، این مرغی سردونه رنجی قفس کشیده است، این مرغی سردونه رنجی قفس کشیده است.
سایبان ندارم، جو سایه خلندم، من سایبان ندارم. کی گفت کی مرادی می نزدیک کس کشیده است، کی گفت کی مرادی می نزدیک کس کشیده است، می نزدیک کس کشیده است، می نزدیک کس کشیده است. بار دیگر درود میگم دوستان عزیز. برنامه فضا رو ادامه میدیم. یادآور میشم که در مهمانی برنامه فضا هنرمندان نویه همدانی حضور دارند از فیلارمونیای خلقی به نام ادینه هاشم. چون ما در اول برنامه درباره جوانان این فیلارمونیا حرف زدیم، حالا در نزد من آنها قرار دارند اومده رسیدن به برنامه و یک صحبت خاصه با آنها نیز انجام خواهیم داد. و این هنرمندان هستند انوشیروان کتایف، جمعه خان سفرزاده و شهرت قربانوف که به حیث آوازخوان در فیلارمونیای مذکور فعالیت میکنند. خوش آمدید به برنامه فضا. باور داریم که یک صحبت خاصه با شما انجام میدهیم و یک ترانه های دلنشین خود را پیشنهاد بیننده ما خواهید گردانید. شما ختم کرده کنسرواتوار ملی تاجیکستان هستید و چی شد که بعد ختم تصمیم گرفتید که رفته در فیلارمونیای خلقی به نام ادینه هاشم فعالیت کنید؟ وقتی که من کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان به نام طلب‌پوجا ستارov رو ختم کردم، از اونجا استادم صدلا کریموف گفتن که بچه جان میرین در ناحیه میر سعید حلمدانی، همونجا همین کسب فلکسرایی رو دوام میدید. یعنی توصیه دادن که رفته در منطقه اونجا رو آباد کنید؟ بله. خب و امروز با دستاویز اومدید به برنامه ما. بله. نگفته نماند تا جایی که میدونم شما یکی از اشتراکچیان فعال آزمون تاجیکستان وطن عزیز من هستید از ناحیه همدانی و خب قریب تا دور جمهوری راه یافتید. خب چگونه جریان گرفت؟ سال گذشته بود همین؟ سال گذشته یک سرودی تاجیکستان بود. همون وقتی که من در ولایت ختلان برآمد کردم، اعضای جوری نقض قبول کردم. خب گفتن که شما یک سرود دیگه تیار کنید در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز، سال دیگه با برآمد کنید. خب تا دوره جمهوری رفتید نه؟ بله. صاحب افتخارنامه شما؟ بله صاحب افتخارنامه شدم. آفرین. و می توانید دستاویز خود را آن ترانه‌ای که آماده کردید پیشنهاد بیننده ما؟ بله. یک سرود از استاد ادینه هاشم است، سروی بستان، شعر سعدی، آهنگ استاد ادینه هاشم. خب مرحمت، گوش میکنیم. سبا هم برآمد، سبا هم برآمد، چو درختی قامتش دید سبا هم برآمد، سبا هم برآمد. زی چمن نرفت سروی که دی بیخ بر نکندم، زی چمن نرفت سروی که دی بیخ بر نکندم.
دشمن سخنان ناپسندش نشنیدم ز دشمن سخنان ناپسندش ببندگان تو که پادشاهی هستی نظر ببندگان کن نظر ببندگان کن حذر از دعای درویش و کفی نیازمندش حذر از دعای درویش و کفی نیازمندش شکرین حدیث سعدی بری او چی قدر دارد شکرین حدیث سعدی بری او چی قدر دارد که چون او هزار توتی مگسن پیشی کندش که چون او هزار توتی مگسن پیشی کندش خیجی سردی بستان بری قامتی بلندش همه سیدی عقل گیرد خمی زلف چون کمندش همه سیدی عقل گیرد خمی زلف چون کمندش همه سیدی عقل گیرد خمی زلف چون کمندش آفرین، تشکر، مرحمت گذارید. و واقعا هم آهنگ و ترانه های شادروان آدینه هاشم ماندگار است. امروز جوانان، امروز نسل نو این ترانه ها را، همین سبک را ادامه میدهند، کوشش میکنند که در همین رویه ترانه ایجاد کنند، همین ترانه ها را بازخوانی کنند و واقعا هم خیلی نشانرس به هدف میرسد و واقعا هم صدای شما جذاب بود. توانستید که با یک مهارت خاصه این ترانه را پیشنهاد بیننده ما گردانید. و جمعه خان سفرزاده نیز یکی از هنرمندان جوان فیلارمونیای خلقی به نام آدینه هاشموف است که سال دوم است در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک میکند. صدای خیلی جذاب و زیبا دارد. ختم کرده کجا هستید شما؟ تشکر زیاد برای صحبت های زیبا. ختم کننده کالج صنعتی جمهوری شهر کلاه به نام استاد کرامت الله قربانوف هستم. اونجا تحصیل کردید؟ کدام سال تمام کردید؟ سال 2016 داخل شدم را سال 2020 به خدمت رسیدم. نوکار هستید در فیلارمونیا؟ بله بله. یکی از جوانترین هنرمندان فیلارمونیای خلقی به نام آدینه هاشموف در ناحیه همدانی. بله. و سال دوم است گفته در آزمون جمهوری از نامیناسیون آوازخوانی انانوی. خب چی ترانه پیشنهاد کردید سال گذشته و تا کدام دور رفتید؟ فلک پیشنهاد کرده بودم، سرود فلک تا دور ولایتی رفته بودم. تا دور ولایتی. بله. آمادگی امسالای شما جدی‌تر است به آزمون. نصیب باشه. اول که از دور ناحیوی گذشته. بله بله. به دور ولایتی آمادگی می‌بینید. چی ترانه آماده کردید امسال؟ نصیب باشد به دور ولایتی سرود فلک. سرود فلک در همین ژانر انانوی. بله. و باور داریم که امسال یکی از غالبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من میشد و یک صحبت خاصه دیگری در اینجا با شما انجام میدیم. حالا چه ارمغانی آوردید برای بیننده تلویزیون سفینه؟ جانا وطنم تو را نگهبان مایه در
در خدمت تو به لطف رحمان مایه یا قوم و نژادم و برادر با همه یک جان و تنم تاجیکستان مایه یک جان و تنم تاجیکستان مایه خدایا این گلیستان را نگهدار، تو این باغی گلفشان را نگهدار، برای من برای ملت من همیشه تاجیکستان را نگهدار، همیشه تاجیکستان را نگهداری. غمی خلق و وطن باشد غمی من، کمی خلق و وطن باشد کمی من، کمی خلق و وطن باشد کمی من، زی روزی شادی و شاد باشمی، بود ناشادی و ماتمی من، بود ناشادی و ماتمی من. زیودد مملکت آباد گردد، تمامی علیانم شد گردد، تمامی علیانم شد گردد، اگر باشد در عالم صلح و وحدتی، بینایی وقتی ما بنیاد گردد، بینایی وقتی ما بنیاد گردد، بینایی وقتی ما بنیاد گردد. تشکر زیاد جمعه خان، واقعا هم صدایت جذاب است و انتخاب متن، انتخاب آهنگ نیز خیلی زیبا است، چون شما یک نسلی جوان فیلارمونیای خلقی به نام آدینه هاشیموف هستید. امیدهای زیاد است به شما و باور داریم که همین گونه با ترانه‌های زیبا، با صدای زیبای خود
دوام دهنده همین مکتب میشوید و برای معرفی صنعت تاجیک، برای معرفی صنعت اصیل تاجیک سهمی ارزنده میگذارید. و اینجا یک نفر جوانی دیگر که در فیلارمونی خلقی فعالیت میکند، شهرت قربانوف است که این نفر نیز یکی از اشتراکچیان فعالی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من هستند. با یک ترانه آمدید به برنامه ما. البته. می توانید که در آخر برنامه ترانه خود را پیشنهاد کنید. البته. و دوستان عزیز، حالا رسیدیم به فرجام برنامه امروزه فضا. یادآور میشیم که در برنامه ما شرکت ورزیدن هنرمندان نویه همدانی از فیلارمونی خلقی به نام ادینه هاشیموف که امروز ترانه‌های خود را پیشنهاد کردند، درباره فعالیت خود حرف زدند، درباره فعالیت همین فیلارمونی حرف زدند. و اینجا در رسیدیم به فرجام برنامه. به شما کامیابی، روزگاری خوش تمنا داریم و با یک ترانه دلنشین برنامه به پایان میرسد. از حسن و جمالت من دیوانه شدم آخی، بر گنج غمی عشقت پروانه شدم آخی، بر گنج غمی عشقت پروانه شدم آخی. در وادی هجرانت من قیسم و دیوانه، من قیسم و دیوانه. در وادی هجرانت من قیسم و دیوانه، من قیسم و دیوانه. بر شمع جمالی تو پروانه شدم آخی، بر شمع جمالی تو پروانه شدم آخی. در بندی خیالی تو عمرس گرفتارم، در بندی خیالی تو عمرس گرفتارم. من خودی برای خود زولانه شدم آخی، من خودی برای خود زولانه شدم آخی. دنبالی خیالی تو آواره شده عقلم، دنبالی خیالی تو آواره شده عقلم. مجنون صفت از عشقت دیوانه شدم آخی، مجنون صفت از عشقت دیوانه شدم آخی. از حسن و جمالت من دیوانه شدم آخی، دیوانه شدم آخی، دیوانه شدم آخی.